خب سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم این چالش رو بتونم آموزش بدم. این چالش واقعا چالش آسونیه، فقط هم نکته‌ای که داره این که باید حواستون باشه که کوین گیر اینفرنوهای تک مثل این اینفرنوهای تک رو نشون بدم یه حدود، اگر اشتباه نکنم 5 تا اینفرنوی تک هست که از اینا باید در واقع در برید. همینه، سختی نداره بودش. و اتک رو ببینیم. اول اینفرنو مولتی رو میزنه کوین، بعد این نیروها رو آزاد کنید، بعد این دوتایی که در واقع پشت کوین هستن رو میزنیم. بعد اسپل هیل رو بندازید که این دوتا اینفرنو نتونن زیاد به کوین دمیج بدن. خب بعد که این دو اینفرنو رو زدید، بعد کوین رو بندازید به سمت این توپه که نره سمت اون اینفرنو تک، مگر نه میمیره کوین. اینو اسبه رو آزاد میکنیم. یه خورده اسبه رو دیر آزاد کنیم، برای همین ابیلیتی کوین رفت. ابیلیتی کوین اگه در واقع نگهش بدارید چیه؟ ابیلیتی کوین رو نگه دارید این میشه به نفعتونه. خب اسپل اسکلتون هم آزاد شد. اسپل اسکلتون برای زمانی که اینفرنوهای تک هست خیلی بدن. چرا گفتم ابیلیتی کوین رو نگه دارید؟ به خاطر اینکه الان این کوین هایی که کلون شدن، شبیه سازی شدن، یه تایم محدودی هست و ما برای زدن تا حال میخواستیمشون که متاسفانه تایمشون رفت. ولی خب در حالت ما اتک رو زدیم و 3 استار شد. اسپلای اسکلتون میبینیم که چقدر کمک میکنن اینکه در واقع اینفرنوی تک کوین رو نگیره. این خیلی نکته مهمه، مگر نه ما کلا اتک رو از دست میدیم. این نیروها رو آزاد میکنیم، این شوالی ها رو. اسپل اسکلتون دوباره که این در واقع اینفرنوی تک کوین رو نگیره. اینفرنوی تک رو میگیره کوین. اینجا یه خود شانس هم بوده که اینفرنو رو حالت آخرش نرفت، اینه کوین میره. خب این نیروها رو آزاد میکنیم که دوباره حواس اینفرنو تک پرد بشه. اسپل اسکلتون و تمام کارا اینفرنو بزنیم تمام. خب تمام شد رسما و این اتک هم در واقع این چالش هم تونستیم 3 استار بزنیم. امیدوارم که لذت برده باشید. خدا نگهدار شما.